fucking in Dubai fucking in Dubai. کیرم تو پست خار مادر از چربه. بابا من اصلا هیچ کاری نکردم اینجا میگه برو. بابا پول ویزا گرفتم، پول فلان گرفتن، میگن برو. not problem. what problem me what problem ممنون دخول. what problem tell me what problem me what problem. فقط تتو فیسم what face tattoo. خب problem give پول ویزا میگیرید give you money visa give you ticket and ممنون دخول. what ممنون دخول give me money visa money می ممنون دخول. سیکارم اینجا کیرم تو ناموستون، کیرم تو اول آخرتون. چونیا شما بابا بیزاتین. یه مدت از ایران میخوردید فقط شما، اموال ایران میرفتید بالا. کیرم تو ناموستون مرده کونیا، ناموستون رو میگم. فاکینگ دبی منو دیپورت میکنید کونیا، مرداتون رو میگم. من نمیدونم این چه مملکتیه. ویزامو دادن، عکس ویزا دادن، ویزام صادر شده، اومدم اینجا. فقط مامورای فرودگاه دبی به تتوی فیسم گیر دادن، میگن ممنون دخول. 2-3 ساعت میگن باشه علافم کردم، میگن ممنون دخول. اصلا من نمیدونم، من نه موردی دارم نه مشکلی دارم، هیچ داستانی هم ندارم. میگن برو تا 100 سال ممنون خروجی دیگه. چرا چه دلیلی داره؟ من همینجا وایسادم 2-3 ساعت میگن داشتن پشت گیت اون ور بود، آوردنم این برکت اونایی که باید برگردن. اصلا چرا به چه دلیل خاصی هم نمیگن. اصلا نمیدونم. اشمام ریخت آجی کسخورم زده بیرون. واقعا نمیدونم. این بر پول میگیرن ویزا میدن. خب واسه اون پول گرفتید که ویزا گرفت، ویزا بدید. واسه اون پول میگیرید که ویزا پول میگیرید، ویزا رو میدید، بعد بیایم تیکت بگیریم، بیایم تیکت برگشت بگیریم. این اصطلاحا رو اصلا نمیفهمم. واقعا نمیفهمم. اصلا نمیدونم چیکار کنم.